تنها یک روباه بود مثل صدها هزار روباه دیگر. او را دوست خود کرد و روباه در تمام جهان بی همتا شد. شازده کوچولو به گلها گفت که آنها زیبا اما تهی هستند. کسی به خاطرشان نمیتواند بمیرد. بعد پیش روباه برگشت و با او خداحافظی کرد. خداحافظ. حالا رازمو بهت میگم. راز خیلی ساده‌ایه. فقط با چشم دلت درست میشنید. اون چه اساسی است نادیدنی است. آنچه اساسی است نادیدنی است. اون چه گل تو رو اینقدر برات مهم کرده عمریه که به پاش صرف کردی. اون چه گل منو اینقدر مهم کرده عمریه که به پاش صرف کردم. آدم‌ها این حقیقت رو فراموش کردن، اما تو فراموش نکن. اگر چیزی رو اهلی کنی برای ابد مسئولش میشی. تو مسئول گلت هستی. من مسئول گلم هستم. 8 روز از تصادف هواپیمایم در صحرا می‌گذشت. آخرین قطره ذخیره آبم را هم نوشیده بودم. شازده کوچولو درباره روباهش حرف می‌زد و من به فکر این بودم که به زودی از تشنگی خواهم مرد. چقدر خوبه که آدم دوستی داشته باشه، حتی اگه بخواد بمیره. مثلا من خیلی خوشحالم که با روباه دوستم. و من با خود می‌گفتم او اصلاً نمی‌تواند خطر را پیش بینی کند. تنها چیزی که به آن نیاز دارد ذره‌ای نور آفتاب است. دوست کوچکم به من خیره شد و مثل اینکه فکر مرا خوانده گفت که او هم تشنه است و پیشنهاد کرد تا با هم چاه آبی پیدا کنیم. در پهنه بیکران صحرا دنبال چاه گشتن به نظرم کار بیهوده‌ای بود، ولی به هر حال پیشنهادش را پذیرفتم و به راه افتادیم.